طبق ستوریز های شبکه اینستاگرام یکی از بلاگران موفق کشور سبرینه نظری صاحب فرزند شده است، ولی متاسفانه در این راستا باز پدر خود را از دست داده است. دوستان، پیوندان سبرینه نظری در اینستاگرام هم او را تبریک میکنند و هم همدردی. بلاگری معروف تاجیک پس از نزدیک یک سال اویله‌داری با عبدالله صاحب فرزند شدند. نکاح آنها با عشق و محبت و از چشم هوادارانشان پنهان نمیماند و همه روزه در ستوریزهایشان از حیات هر روزه قصه میکردند. از جانب دیگر بلاگر و راوی مشهور تاجیک پدر خود را در این روز خرسندیش از دست داده است. تا حال خود سبرینه درباره مرگ پدرش شرح نداده است و معلوم نیست که رحمتی چند ساله بود و سبب مرگش چی بود. ما اهل ایجاد سامانه پرستیجی با سبرینه نظری برای تولید فرزند مبارکبادی میگوییم و برای درگذشت پدر همدردی بیان میکنیم.